سلام، میخوام تا 5 روز بهتون 5 تا کیک شکلاتی یاد بدم. این دومیشه، کیک برزیلی شکلاتی. تخم مرغ و شکر و وانیل رو انقدر هم میزنم تا کامل کرمی رنگ شه. بعدش بهش شیر و روغن اضافه میکنم و در حد ترکیب شدن هم میزنم. مواد خشک کپچن رو الک میکنم و وقتی خوب با هم ترکیبشون کردم توی قالبی که کفش کاغذ روغنی و دیوارهاش چرب شده میریزم. بره تو فر که حسابی بپزه. برای گاناش خامه صابونه و گلوکوز رو با هم میزنم رو بنماری. خوب که گرم شد بهش شکلات اضافه میکنم. من 2 نمونه با شکلات سفید و قهوه‌ای درست کردم. وقتی خوب ترکیب شدن روی جفتش پلاستیک میکشم و میذارم چند ساعت توی یخچال استراحت کنه. کیکم رو 3 تا برش زدم. این کارو با دقت انجام بدید که کیکتون پاره نشه. کف قالبی که کیکو داخلش پختم پلاستیک میکشم و یه لایه کیکو میذارم. با شیر رطوبت دهش میکنم و واسه لایه اول از گانش سفیدمون استفاده میکنم. سطح روشو هم خوب صاف میکنم. اون لایه گنبدی روی کیکو پودر کردم و کامل روی سطح کیکم ریختم. بازم با شیر مرطوبش میکنیم و من یه کوچولو هم موز گذاشتم وسطش، ولی توی رسیپی اصلی نداره. اینجا من از ترکیب خامه فرم گرفته و پودر کاکائو استفاده کردم، ولی میتونید از همون گانش شکلاتتون هم بزنید. و اینم از آخرین لایه روشو کامل با پلاستیک میپوشونیم و یا 1 ساعت توی فریزر یا 5 ساعت توی یخچال بهش استراحت میدیم. شما فقط کیفیت این گانش شکلاتی رو ببین. وقتی کیکمون کامل استراحت کرد از قالب جداش میکنیم و توی ظرف دلخواهمون برش میگردونیم. از هر طرح ماسوره‌ای که دوست داشتیم میتونیم استفاده کنیم واسه اینکه سطح کارمون رو کامل از گانش برزیلیمون پر کنیم. بعدم اگه دوست داشتیم با توت فرنگی دیزاینش میکنیم. به نظر من ترکیب قهوه‌ای و قرمز خیلی خوشگل میشه. دیگه نیاز به تعریف از کیک‌های برزیلی نیست. همتون خوب میدونین که این کیک‌ها مزه بهشت میده. حتما تستش کنید.